سلام رفیقای جانم. برای رگه‌دار کردن سنگ‌های مصنوعی اکسسوریاتون به این زیبایی ما نیاز به ساخت این رنگ ها داریم. ما رنگ سبز و مشکی از قبل ساخته بودیم. موارد مصرفی چسب چوب، تیله یا همون سنگ نرمه ها، رنگ های پودری و همچنان آب. طرز تهیهش ما هر چقدر که چسب چوب اضافه کنیم 2 برابرش باید آب اضافه کنیم. ما الان اینجا 20 گرم چسب چوب میریزیم و 40 گرم آب و بعد از این که آب ریختیم تیله ها رو میندازیم و خوب تکان میدیم به اندازه نیاز که حل بشه و بعد از اون که رنگ رو اضافه کردیم تکان دادیم رنگ ما ساخته شد. نیاز به حداقل 2 ساعت و اگر همون روز لازم نداریم 1 روز بمونه بهتره که هم چسب چوب و رنگ قاطی بشه. و البته رنگ های پودری به اندازه نیاز باید بندازیم که غلظتش نه زیاد شل بشه و نه زیاد غلیظ. همونطور که میبینین باید خودش به راحتی قطره قطره بریزه. و برای آموزش های بیشتر ممنون میشم پیج ما رو فالو کنید. یا علی.